عمر رضی الله عنه را کسی سوال کرد که ما امشب خسته نتونستم، تهجد خود خوانده نتونستم. عمر رضی الله عنه برش گفت برو که شب نخواندی عالی بخوان. این آیت دلیل گرفت که هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا، الله است که گردانید شب و روز چی جانشین یکی از دیگه. اگر کدام کار اونجا انجام نداده در اینجا انجام بده، الله متعال قبول میکنه. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مرگ و تهجد از پیش میماند، باز در چاشتی روز نماز میخواند، اما 11 رکات نه 12 رکات میخواند. از این خاطر نماز چاشت مردم میگه 12 رکات است، یعنی طاق نمیخواند، در آخرش اینجا تکمیل میکرد، جفت میخواند. لمن اراد یذکر، الله گردانید شب و روز مخالف یکی دیگه یا خلیفه یکی دیگه، یا که چیستا جایگزین میشه که در جای دیگه. لمن اراد، برای کسی که اراده داره، یذکر که نصیحت بپذیره، او اراده شکورا، یا اراده شکرگزاری الله متعال داره. کسی که در صدد عزیز که نصیحت بپذیره، بالکل پن میگیره از این شب و روز، در زندگی خودم پن میگیره، در عبرت میگیره. همیشه شب نمی باشه روز آمده نیست، همیشه تاریک نیست روشنی آمده نیست، همیشه روشنی نیست تاریکی آمده نیست، همیشه چیست روز نیست شب آمده نیست. حالات زندگی انسان این امی رقم مختلف می باشه، گاهی مریض، گاهی صحتمند، گاهی فقیر، گاهی غنی، گاهی صاحب مرتبه، گاهی بی وظیفه معزول استی، گاهی در چیست حالات مختلف است، گاهی غمگین، گاهی خوشحال. خو هیچ که در غمگینیش خیلی مایوس نشوی، در خوشحالیش خیلی مغرور نشوی. اینمی قسم در صحت خود خیلی مغرور نشو، در مریضی خود خیلی مایوس نشو. کلش یکی پای دیگه آمده رایست، الله جاگزین میکنه یکی دیگر. انسان از این درس عبرت میگیره. او اراد شکورا، یا اراده داره یک شکرگزاری را. چرا؟ الله متعال برای راحتی تو شب پیدا کرد که مانده و خسته زلستی یکمی راحت بکنی، باز روز پیدا کرد. او را تاریک پیدا کرده بود که سبب نارامید نشوه، فکرت جمع باشه، نظرت جمع باشه، راحت بخوابی. لیکن روز روشن پیدا کرده به خاطری که کسب معیشت و زندگی خدا بکنی. این کار مسلسل با میلیون ها سال است که روان است. با می سیستم انسان عزیز استفاده کرده رایسته. نعمت بزرگ الله متعال است یا نه؟ اگر همیشه شب شوه چی میکنی؟ همیشه روز شوه چی میکنی؟ نمیتونی که زندگی کنی. و عباد الرحمن الذین، بله، آلی الله متعال میگه بیان مردمی را میکنه که با کوشش خود، با محنت خود، تمام کارهای خود تابع خواهشات خود نکرده، بلکه تابع شریعت کرده، خواهشات زیر پای کرده، فقط خود تسلیم کرده به شریعت اسلامی، عقیده خود، اخلاق خود، اعمال خود مطابق شریعت میکنه. از او خاطر خود آماده کرده. عباد الرحمن همونطور نمیشه، این صفات بر انسان همونطور حاصل نمیشه تا وقتی که تو محنت نکنی، کوشش نکنی. و عباد الرحمن، بندگان الله، یعنی او بندگان الله که و برکت دادن خاص برای الله عقیده داره، میدانند که برکت دهنده یک الله متعال است، دیگه کس برکت دهنده نیست. از همون خاطر مکمل عبادت خدا خاص برای الله متعال میسازه. از همون خاطر کل عبادت های خدا خاص برای الله، اگر بدنی است، مالی است، اگر قلبی است، اگر لسانی است، کل عبادت را اوامر الله را بجا از منهیات اجتناب میکنه. الذین، همو مردم یمشون علی الارض، که میروند میگردن علی الارض، بالای زمین، هونن، بایستگی، تواضع، فروتنی، مغرور نیستن، تکبر نداره. از حرکاتش معلوم میشه که هیچگاه چیسته اینطور متکبر نیسته. چرا اینطور میگردن؟ مراد از گشتن اینجا است، هم به اعتبار کیفیت خیلی نرم میگرده، بسیار نرم. اینطور نمیشه که مردمی را بگوید که خیلی غرور داره، تکبر داره. این پیاده گشتن و در موتر و در وسایل گشتن هر دو را شامل میشه. موتر در زیر پایت است، میری اینجا سرک هم یک دم خاک داره، سرک های کابل کلش خود داره، خیلی تیز میری با مردم یک دم خاک برش باد میکنی. این گشتن به تواضع نیست، این گشتن به تکبر است، به غرور است. همچنان اگر پیاده استی طوری میری که تو میگی فقط زمین چیسته، زمین مینداری خود میسازی که من سرت میگردم. یک، این گشتن به اعتبار کیفیت است، گشتن به اعتبار مقصد است. یمشون علی الارض، هونا میگردن بالای زمین به بسیار آیستگی و تواضع، دنبال مقصد عالی میگردن. مقصد عالی را دنبال میکنه، پشت لهو و لعب، کارهای بیهوده و غلط نمیگرده. این عباد الرحمن است.
یا اول صفت از یا اینه میسته. و اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی که رو برو میشن امرای از یا الجاهلون، مردمایی که حقیقت مسئله را نمیداند، درک کرده نمیتونه، قطع از رو برو میشه، قالو میگه سلاما، خیر است، السلام علیکم، من امرای تو کار ندارم، اینمی قدر واسم میرسید، خیرخواهی تا کردم، میپذیری؟ خب نمیپذیری، پناهید به الله. ایره سلام متارکه میگه. سلام متارکه ایره میگه که السلام علیکم، دیگه من زور ندارم. قطع تو هر چی که میگی دو میزنی، دشنام میدی، ما اینمی که مسئولیت دینی داشتم، عقیده توحید الله را برات بیان کردم، آلی تو میدانی کاری. او دیگه زبان پس میکنه، برای بیگه خدا تیر کو، تو آلی آمدی برای ما چی میکنی؟ تبلیغ کده رایستی. نه، تو آلی قد او جاهل است. اشاره میکنه که همه بدبختی ها از جهل نشأت میکنه. اگر او جاهل نباشه، عاقبت امر بدانه، این قدر قدری تو را بکنه. چرا؟ به خاطری که تو خو خیرخواهی آخرت از را کرده رایستی، دعوت به سوی توحید الله داده رایستی که مهمترین چیز در زندگی انسان است. لیکن نمیدانه، تو را میگه برو یه عقیده وابیته به دیگه کس بیان که من نمیپذیرم. برو امو دینی بابا و اجداد ما برای ما کافی است. برو اگر باز دوباره مرا گفتی باز این تو میکنم، باز پشتی سرت یک دم دواره شروع میکنم. تو حالی دیگه قطش خود ابن نکوی، عباد الرحمن استی. فقط برش گفت اینی قدر مسئولیت داشتم، خیر خواهی کردم. والذین هم عباد الرحمن کسانی است یبیتون لربهم که شب میگذرانند برای پروردگار خود، سجدن در حالت سجده و قیام، در حالت قیام شب میگذرانه، در حالت سجده و قیام عبادت الله متعال به طریق دوام کرده رویسته. گاهی ببینی که در سجده است، گاهی ببینی که در قیام است. سجده و قیام زیاد مورد معلومات میشه، اینجا رکوع را ذکر نکرده. چرا؟ زیاد مردم گاهی قیام دور و دراز میکنه، گاهی سجده را. از او خاطر الله متعال اینجا صفات عباد الرحمن بیان کرده که شب میگذرانند خود برای پروردگار خود نمایی نداره، قطعا فقط عبادت الله متعال کرده رایسته. آلی دیگه عباد الرحمن ترازوست، طول کده بری که چقدر مشخصات و صفتا در ما و شما وجود داره. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، با وصف که شب و روز عبادت الله رم کرده رایست، لیکن متکبر نیسته. آلی ای انتظار وحی الله را نداره که ما پیغمبر میشم، اینطوری نیسته. دعوای قیومیت زمان نداره، کامل و مکمل نداره، این گپا را قطعا نداره، دعواها نداره. پیرای گمراه کلشان خدا قیومی زمان معرفی میکنه، کامل و مکمل میکنه، آخر شام معاف کننده چی؟ احکام الله جور میشه. میگه برو تو از تو چی شد؟ نماز ساقط شد. دیگه شما میگه از تو روزه ساقط شد. توریسته عباد الرحمن یا تالی را بندگان رحمان نیسته. اولیا شدن از کجا؟ ولی شدن از کجا میشه؟ چرا؟ یا خب ضد قرآن کریم دستورات برای مریدای خود داده رایسته، کلی کارهای غلط و حرام به مریدای خود بیان میکنه و با وصفی که چیسته خیلی زیاد عبادت الله را میکنه، لیکن اینطور نیسته که خود کلان بشماره. کسانی که میگوید در دعاهای خود ربنا پروردگار اصرف عنا، از ما باز دار، بگردان از ما، عذاب جهنم، عذاب جهنم، خوف داره که عبادت ما در دربار الله قبول میشه یا نه. ان عذابها کان غراما، یقینا عذاب جهنم هست لازم. بالکل یک معنا شدید است، لازم است. دوم معنا غراما تاوان است، عذابی از او تاوان است. چطور تاوان است؟ به خاطری که عذابی از او تاوان است، به خاطری که برداشتش نداری. الله متعال تو را آنقدر قوت میده که تو اونمو قسم عذابی الله سرت آمده بره، باز تو را جور کنه، باز عذاب بیا. اینها ساعت مستقر و مقاما، امی جهنم خیلی بد است از روی جای قرارگاه، یعنی از روی قرارگاه بودن، و مقام از جای اقامت کردن، که اونجا آدم اقامت بگزینه خیلی بد جای است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، عباد الرحمن کسانی هستند که وقت مصرف میکنه اسراف نمیکنه، ولم یقتروا تنگیام نمیکنه، کمیام نمیکنه در جاهای ضروری، و کان هست بین ذالک، در بین افراط و تفرید قواما معتدل، رای درمیانه را پیش گرفته. عباد الرحمن کسانی است که همیشه میانه رو است، نه افراط میکنه نه تفرید میکنه. اسراف در بسیار چیزا شده میتونه، اسراف در عقیده، اسراف در عمل، اسراف در اخلاق، اسراف در خرچ و مصرف، اسراف در کلش اسراف میشه. چرا؟
الله متعال برای هر عبادت یک حد معین مقرر کرده. زمانی که از او حد تجاوز میکنی اسراف است. او را اسراف گفته میتونیم. اسراف در عقیده است. الله اولیاء را کرامت داده، نه الوهیت. تو بر صفات الوهیت ثابت میکنی، اسراف در عقیده است. در عمل اسراف میکنی. الله متعال برای تو در بدن تام حق مقرر کرده، ولی برای الله هم حق مقرر کرده. تو شو تا روز تا بیگار، شو تا صبح عبادت الله را بکو، هیچ خواب نمیکنی، اسراف است. الله تو را مامور به این نکرده. دین اسلام دین چیست؟ وسط و درمیان است. نه افراط بکو و نه تفرید بکو. از او خاطر الله میگه خو انفاق خو خرج کردن، میگه در خرج کردن انفاق که کسی خرج میکنه هم باید درمیانه باشه. نه تو دستای تا در اینجا بسته کردی، در مواقع ضرورت و مورد ضرورت یک روپه مصرف نمیکنی. و نه تو راستی که دست الا کردی باز بیگا خودی سوال کرده از دیگه مردم سوال میکنی. اینطوری نباش. الله متعال میگه والذین عباد الرحمن کسانی است اذا انفقوا که مصرف میکنه لم یسرفوا، بی جای خرج نمیکنه، قطعا اسراف نمیکنه، مطابق حد. عباد الرحمن وقتی میشه که مطابق حد. حتی آب نیست در جام که آب میپرتی همو قدر پرتو که تو میخوری، که میفهمی همی آبی مرا دیگه پس خوردی مرا کسی دیگری نمیخوره، زاید آب نپرتی که با ضرورت به او ساعت لاختن شوه. اسراف ایرا میگه. حتی دا آب، دا طعام، دا تمامی چیزا اسراف نکنی، از حد زیاد نکنی. امروز ما در افطاری 20 قسم طعام پخته میکنیم، باز از کلش میمانه. همسایه هم باز رو نمیخوره. حالی خو مردم خیلی وقی شدن، ننگش میه با واسه که گوشنم میباشه. از او خاطر تو زاید نکو. او را اختیار بکو که همسایت گرفته میتونه. قبل از خوردنی تگروان کنی میگیره، بعد از خوردن نمیگیره. ولم یقتروا تنگی هم نمیکنه در جاهای ضروری، موقع ضرورت که پیدا میشه حالی دیگه صرفه نمیکنه. اینی ده عباد الرحمن میگه جای ضروری، مواقع ضرورتی که دین ضرورت پیدا میکنه، نه مواقعی که توی فلانی خان باشه. حالی دیگه چیسته؟ چی میگه؟ مد سازندهش پیسه پاش میکنم به خاطری که توی دوستم است. عجیب است. و کان بین ذلك قواما، هست بین اردو یعنی افراط و تفرید، قواما معتدل روان است. والذین لا يدعون مع الله، عباد الرحمن کسانی هستند که طلب نمیکنه مع الله امرای الله الها آخر، معبود دیگره. چرا؟ به خاطری که شرک بدترین گناه است. یا هیچگاه شرک نمیکنه. ابن مسعود رضی الله عنه یک حدیث نقل میکنه که من از پیامبر علیه السلام سوال کردم ای ذنب اعظم یا رسول الله، کدام گناه خیلی بزرگ؟ گفتن تجعل لله ندا و هو خلقک، که تو امرای الله شریک جور کنی در حالی که او تو را پیدا کرده. بعد از او گفت که ثم ایو، باز کدام گناه خیلی زیاد بزرگ است؟ پیغمبر علیه السلام میگه که تو اولادی تا چی بکنی؟ قتل بکنی از خشیت ان چیستا یاکل معک، ان تقتل ولدک خشیت یاکل معک، که تو اولادی تا بکشه از ترس از اینکه امرایت خوردن میکنه. میگه خوردن نکنه. در زمان جاهلیت همینطور بود. باز گفت ثم ایو، باز کدام گناه خیلی عظیم است؟ گفتن تزنی حلیلة جارک، که تو زنا بکنی به امرای چی؟ سیاسر امسایت. زنا به امرای سیاسر امسایه، زنا خود زناست لیکن اونجا جرمش بسیار اعظم میشه. از او خاطر الله مقارن شرک امی دو گناه را ذکر کرده. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و قتل نمیکنه او نفسی را که الله حرام کرده تعرض کردن به او الا بالحق، مگر به طریق حق او به حق. سه حالت است. سه حالت کدام است؟ که نفس قتل کنه، یا است که چی توی شده باشه زنا کنه سنگسار میشه، یا است که مرتد شوه از جماعت مسلمانان نعوذ بالله جدا شوه. ای بالحق است. ولا یزنون، زنا نمیکنه. این سه جرم خیلی جرمای سخت است. چرا جرمای سخت است؟ چیزی که اصول زندگی انسانیت است. اصول زندگی انسانیت براتون معرفی کرده بودم. این جمع در سه جای سر اصول زندگی انسانیت تجاوز است. یک اصل زندگی انسانیت دین است. شرک کردن تجاوز سر کیست؟ سر دین. دوم اصل زندگی انسانیت چیست؟ نفس است. در قتل تعرض بالای نفس است. سوم اصل زندگی انسانیت چیست؟ آبرو و عزت و چی است؟ نسب. قال ذلك يلقى ثما، کسی که کار میکنه یعنی شرک به امرای الله متعال
یا است که قتل نفس میکنه بناحق، یا است که زنا میکنه، الله متعال میگه روبرو میشه میبینه اثاما جزای گناه خدا، یا اثاما نامی کدام چی وادی است در دوزخ، حتما با او روبرو میشه. یضاعف له العذاب، دوچند کرده میشه برای آدم عذاب، یوم القیامت در روز قیامت، و یخلد فیه جاوید میمانه، همیشه میمانه در او مهانا خوار و ذلیل. این در صورتی است که هر سه عمل انجام داده باشه، یعنی همراه شرک قتل نفس و زنا هم کرده باشه یا مشرک باشه، چرا که تا مشرک نباشه چیز جاوید بودن و همیشه بودن نمی باشه، چرا هر نوع گناه کبیره غیر از شرک در مشیت الله قرار داره. مشیت الله تعالی ایمانا که بنده از گناه کبیری خود توبه نکرد، همینطور وفات کرد، آلی هم در زیر مشیت الله قرار داره. الله اگر بخواه مطابق گناه عذاب برد میده، خب بعد از باز چون که عقیده توحید داری در جنت میبرد، فقط مطابق گناهت عذاب تو را پاک میسازه. اگر الله خواست امی گناه کبیره تا همونطور معاف میکنه، تو را عذاب هم نمیده و در جنت میبره. خو یک شرک الله متعال بدون توبه نمیپذیره و محو نمیکنه. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، الله متعال دریجه بلندترین مرتبه و زرخواهی انسان بیان میکنه که برای انسان بهترین چانس است. الله متعال انسان را اینطور نکرده که یک مرتبه گناه کنه باز دیگه خلاص است، هیچ عذرش پذیرفته نشوه. الله متعال ظروف وجود انسان الله معلوم کرده و امو مزاحمات و موانعی که برای انسان وجود داره الله میدانه. از همون خاطر از رحم و ترحم خود الله کار گرفته. انسان اگر هر قدر جنایت و گناه بکنه انسان مایوس نشوه، ولو که شرک کرده باشه زود توبه بکنه، رجوع بکنه. از همون خاطر کافر توبیش ایسته که ایمان بیاره و بعد از عمل صالح انجام بده. برای مؤمن گناهگار توبیش ایسته که عمل خود درست بسازه، از عمل ناشایسته توبه کنه، یعنی ندامت خود ظاهر کنه. این از جمله لوازمات توبه است. الا من تاب، مگر کسی که توبه میکنه و آمنه ایمان میاره و عمل صالحا عمل صالح انجام میده، و عمل عملا صالحا و عمل میکنه عمل صالح. این تشریح شده عمل صالح. فاولئک اینمی مردما یبدل الله سیئاتهم، عوض میده الله متعال در مقابل امی گناهشان حسنات نیکی ها را، یا یبدل الله تغییر میده الله سیئاتهم گناهشان حسنات به نیکی ها. دو معنا داره. یک معنا احسان الله آنقدر زیاد است که اگه انسان به صدق دل توبه بکنه ولو که سابق سیئات و گناه کرده، الله در جای گناهایش ثواب نوشته میکنه، گناه ها در ثواب تبدیل میشه. یک یبدل الله سیئاتهم، دور میکنه الله متعال تبدیل میکنه امو وصف گناهایشان، وصف گناهانشان تبدیل میکنه به حسنات. صفت گناه بودن باقی نمیمانه، بعد از این توفیق میده که عوض سیئات حسنات بکنه، یعنی در عوض سیئات حسنات کرده رایی باشه. الله توفیق اعمال نیک میده، یعنی حسنات میده در عوض از که چی میکرد؟ سیئات میکرد. دو ترجمه. سوم ترجمه یبدل الله سیئاتهم، الله بدل میکنه گناه های از یار حسنات به حسنات، در نامه های اعمال از یا امی گناه ها را محو میکنه، در عوضش چی؟ حسنات نوشته میکنه. این کلان فضل احسانی کی میشه؟ الله متعال. و کان الله غفور رحیما، هست الله متعال مهربان ذات، زیاد مهربان به خاطر است که توبه را قبول میکنه، رحیما رحم کننده است که توفیق توبه را میده به کسی که اراده بکنه. و من تاب و عمل صالحا، کسی که توبه میکنه و عمل صالح انجام میده، فانه یتوب الی الله، پس توبه از این مقبول است. یعنی این توبه خامخا پذیرفته میشه. چرا؟ به خاطر که فانه یتوب الی الله، این توبه به سوی الله میکنه و هر کس که به سوی الله توبه کنه حتما توبه قبول میشه. چقدر امیدوار است آیت. و من تاب و عمل صالحا، شرطی است که توبه بکنه لیکن عمل صالح انجام بده. کسی که توبه میکنه بعد از عمل صالح انجام نمیده، باز هم کاری کردگی خود دوباره میکنه، پس معلوم شد که توبه خود دروغ گفته، اراده و تصمیمش دروغ است، غلط گفته، توبه نشده، تالی را توبه نشده. توبه شرطش است که بعد از عمل صالح انجام میدی. هر کسی توبه به سوی الله بکنه ولو که هر قدر گناه کرده،
توبش قبول است. چرا؟ به خاطر که فانه یتوب الی الله، به خاطر که رجوع به سوی الله کرده و الله او ذاتی است که بار بار توبه بنده خود قبول میکنه، تواب و رحیم است. یقینا رجوع کرده به سوی الله متوب به رجوع کردن، و کسی که رجوع به سوی الله متعال بکنه